دوستان عزیز، امروز در شهر بروکلین با تشبوسی اسوسیاسیون تاجیکان در امریکا، تاجیک امریکن اسوسییشن، افطاری تاجیکان برگزار می شود و انتظار است که حدودی 270 نفر به این افطار بیایند و خوب افطار در مکتب دایر می شود که رهبری آن را یک جوان تاجیک به عهده دارد. مکتب امیتی سکول است و این خانه افطاری ما. салому алайкум. Сабаби ташкил кардани ин чорабинии ифтори моҳи шарифи рамазон дар он буд ки тоҷикистониҳое ки дар Нью-Йорк зиндагӣ мекунанд як сабаби муттаҳидшавӣ бошад, ҳам баракати ва мағфирати моҳи шарифи рамазонро ба ҳар як аҳли оилашон як сабабгор шавад. ин чорабинӣ бо ёрии асоатсиясияи тоҷикон дар амрико ташкил карда шуд ва чӣ ки медонед якчанд дигар чорабиниҳое ки ин асоатсиясия ташкил мекунад сабаб дар он ки муттаҳидии тоҷикистониҳое ки дар ин ҷо ҳастанд ҳамро боз қавитар шаванд ва онҳое ки дар ин ҷо ҳастанд кор мекунанд худашонро танҳо ҳис накунанд. برنامه این افطار خیلی جالب خواهد بود، چون که در این شام همچنین آهنگ و ترانه های الهی نیز پیشنهاد می شود. حالا همه انتظار مهمان ها هستند. فعلا همه انتظار مهمان ها هستند. الله تبارک و تعالی می‌فرماید که هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا. الله همون ذات است که برای ما و شما، برای خوشبختی ما و شما، برای حیات ما و شما، برای سلامتی ما و شما، برای آبروی ما و شما، برای عزت ما و شما، برای نسل فرزنده ما و شما الله تبارک و تعالی تمام هستی را خلق کرده است. تمام هستی را خلق کرده است. زمین، آسمان، آفتاب، ما تمام چیزا برای ما و شما تا ما و شما از این نعمت های الله سبحانه و تعالی در زندگی استفاده بریم، لذت بریم. فقط شرط انصاف این است که ما بندگان شکرگزار الله باشیم. خیلی کم است از بندگانی که قدردانی از نعمت های الله بکنند، خدا را شکرگزاری کنند، خیلی اندک هستند. خب ما الله تبارک خیلی گفتیم بسیار سپاسگزار هستیم به خاطر تمام نعمتاش، خاص به خاطر این ماه مبارک رمضان. دوستان عزیز، این ماه خیلی ماه قیمت است که هر یک ثانیه ها، دقیقه هاش بسیار ارزش بالایی دارند. ولی ما و شما امروز فکرمان دیگر طرف است، کم اهمیت میتین از ما و شما این رمضان، اما فردا خیلی پشیمون میشن کسانی که این ثانیه ها و دقیقه های رمضان ها از دست دادگی هست. اگر در این 10 روز دیگر باقیش اگر الله تبارک و تعالی عبادت بکند و گفته الله و رسول امر بکند، فردا روز قیامت یعنی خودش فایدهش میبینه. بنابراین همین هر انسان هر کاری خوب بکنه برای خودش میکنه که الله تبارک و تعالی فرمود که این شب قدر خیر من 1000 شهر، یعنی که یک شب، یک عبادت یک شبه بهتر از 1000 ماه عبادت هست، یعنی بهتر از 84 تقریبا 100 سال. برادران عزیز توجه کنید این طرف، یک شب بهتر از 84 سال عبادت است که ما و شما خدا خودش میدونه
قدم یک ما شما در اینجا تا 84 سال عمر میبینیم. خدا خودش میدونه. اینمی هر شب قدر نیست، یعنی قدردانی کنیم، از حافظ چهاراندیشی بکنیم، تیاریش ببینیم، از دست ندیم که بعد یعنی که از دست دادیم سرمانه و حسد پشیمانی ما و شما میشود. کارهای سخنهای فتنه نکند ولی عمل بی و کارهای بد نکند، یعنی کار ترک شراب، زنا، دزدی، غری نکند و الجهل و ترک جهل نکند. وليس لله حاجة أن يضعه طعام و شراب، یعنی که خداوند نیاز به ترک طعام و شراب انسان ندارد. یعنی ببینید که الله و رسولش چقدر ما رو تربیت میکنه، رمضان چقدر ما رو تربیت میکنه. یعنی رمضان انسان روزدار یک انسان با مدنیت است، با فرهنگ است، با تمدن است، با سواد است، با اخلاق است. یعنی که رمضان ما شما ای بیسوادی، ای جهل، ای ابلهی منع میکند. یعنی که رمضان آدمی روزدار ابله نیست، آدمی روزدار جاهل نیست. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. خداوند همه ما را هدایت موفق کنید. خداوند از تمام سخت در بگذاری. خداوند دنیا و آخرت ما آباد کنید. تمام جمله مسلمین در هر گوشه و کنار در هر جایی که باشه، هر مشکلی داشته باشه، خداوند مشکلش برطرف کنید. همه ما را سرجم گردون مهر محبتی برادر خود زیادتر بگردونید. پاک احد و صمد آن کن که پایان کار خدایا تو خوشنود باشه. همه ما را سگار و صلی الله خیلی محمد و علی آله و صحبه جنبی رحمتک یا ارحم الراحمین.
توجیکستان در ایدگردک میرفتید؟ چه ایدگردک میکردید؟ خیلی خانواده میرفته ایدم بارد تختک میزنن ایدینم و بارد کندخ میزنن. کی امریکا اومدید؟ من یک باشیدم من در توچلو باشیدم اید امریکا باشیدم ما اونجا چکی از توجیکستان این یکاش 5 آمده. شما نوامدید ها؟ این یکم ایدی چی است؟ یکم بار توجیکستان ایدگردک رفتگی؟ هر روز ایدگردک سرنشان میدیم ما همه خونه با نگرده میخوایی و یک ما ساعتای 4 اینا دروازه تا برون شده یای آزیر اینجا در به فکر شما در امریکا ایدگردک میکنن؟ خرید تاجیکا ایدگردک میکنن برای که ایدگردک دیگر پرزدیکای در امریکا دیگر پرزدیکای میکنن ایدگردک در تاجیکا دیگر پرزدیکای. آزیر شما در چی دادن؟ آزیر بابا کانادا چی؟ این یکم ایدیتونه یا؟ یکم ایدگردکیتون؟ دمی امریکا یکم بردن در توجیکستان هر روز ایدگردک. مالیدی نمبارک. یک چی خانه اگر وقتی اید میرفتی چی میگفتید؟ قطارک. ایدی نمبارک. با سومت آمده سومت بازیچم بخزم و ببیا آچام دادام بابام سومت با فایده میشم لباسای نو میپوشیده بودن؟ امروزی نو شب گرفتم انا اینجا در تو در دلار میتیم دانجو در امریکا دلار است که سامانی نیست دیگه این تو در ایدگردکی دلار میتیم آخه در خانه تون تو در دلار میتیم این اید دیدی؟ نام چی است؟ نام شمسات نامی تو چی؟ بهرزاد Guys, can you make one line please? One line. این پختخان یه очередь var. دوستان عزیز امروز ما در افطار تاجیکان که در شهر بروکلین از جانب اساتسیاسیون تاجیکان در امریکا برگزار شد اشتراک نمودیم. در این افطار بیش از 300 نفر اشتراک نمودند و این واقعا هم یک شومی بود که همه هموطنان را توانست یک جا سرجم کند. خوب دوستان عزیز ماه شریف رمضان به همه شما مبارک باشد و در این ماه شریف ما دعا میکنیم که خداوند تاجیکان را نوبت از آنی که در کجا قرار دارند در پناه خود نگه دارد و آنها همیشه سربلند و موفق و کامیاب باشند. ماه شریف رمضان مبارک.